بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو سپاسگزارم که توفیق داد امروز در قوم عزیز و در آستان بوسی حضرت معصومه سلام الله علیها خدمت حضرت عالی و عزیزان برسم و عرض ارادت بکنم و همینطور از فرمایشات حضرت عالی و سایر دوستان استفاده بکنم. مطالب رو فرمودید. مثلا انقلاب اسلامی رو نمیشه در یک زمان و مکان خاصی محدود کرد و تلاش های ما اگر برای خدا باشه و همراه با حرکت محوری جهان آفرینش باشه ماندگار خواهد بود و خدا هم بهش برکت میده و انشاءالله منجر به تحقق همه آرزوها و آمال خواهد شد. مبارزه با فساد و اجرای عدالت حتما نشاط بخشه، اما نشاط حقیقی زمانی است که اون آرزوی اصلی برآورده بشه که همه ما باید در جهت تحقق اون آرزوی اساسی و اصلی تلاش بکنیم. نظرم انقلاب راه خودش رو داره پیدا میکنه و تحول جدیدی آغاز شد. یک کار سختی تمام شد، دوره سختی تمام شد، دوره سختری آغاز شد. من امیدوارم این دوره سخت‌تر بالاخره منجر بشه به همون چیزی که همه در انتظارش هستیم. یک انرژی عظیمی در داخل و خارج از کشور الان به سرعت داره آزاد میشه و میخواد در خدمت پیشرفت انقلاب اسلامی قرار بگیره. این نیازمند مدیریت هست، نیازمند هدایت هست. همه اون چیزهایی رو که گفتیم و میخواستیم به نظرم فرصت تحققش داره فراهم میشه. این حرکت حتما نیازمند یک پشتوانه نظری قوی و پشتوانه اجرایی قوی است. بهترین جای این پشتیبانی هم در وهله اول به نظرم همین جاست، در قوم هست و در بین عزیزانی که برای تحقق حکومت اسلامی زندگی میکنن، نفس میکشن، تحصیل میکنن، تهذیب میکنن و زندگیشون رو وقف تحقق حکومت اسلامی کردن. الان به نظرم شرایط فراهمه. بنده هم استمداد میطلبم، هم در خدمتتون هستم به عنوان یک فردی که شاید خودش در این حرکت موضوعیت نداشت. اصل حرکت یه حرکت عظیمه، یه حرکتی است همونطور که اشاره فرمودید خودش یک لطف، یک عنایت ویژه است، یک دفعه است. انشاءالله سرآغاز تحولات بزرگ در عالم هست. اون تا بالاخره بمانید سبب، بمانید وسیله که بالاخره این وسط قرار گرفته و یک مسئولیت بر دوشش هست. استمداد می‌طلبم باید همه ظرفیت‌های فکری و اجراییمون رو بیاریم پشت سر تحقق احکام اسلامی، عدالت اسلامی و انشاءالله برپایی جامعه الگو و شاهد در سرزمین عزیز ایران. به نظرم این شدنی است. اگر نبود مکلف نمی‌شدیم و انجام این کار. در اونجا بالاخره پیش بینی شده که یک سازماندهی بشه. در اینجا اگر حضرت عالی بزرگواری بفرمایید و دوستان مجموعه‌ای مسئول بشن برای دنبالگیری این قضیه و استفاده از همه ظرفیت‌ها، به موازاتش در دانشگاه هم همین کار در دست طراحی است. بریم به سمت عملیاتی شدن دیدگاه‌ها و ترویج فرهنگ
اسلامی. البته عرض کنم بهتر از من میدونید اون جمله نورانی حضرت امام یک حقیقت، یک واقعیت که امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است. نمونه‌اش رو دیدیم در همین حادثه، دیدیم چقدر نذرها، نیازها، روزه ها، عبادت ها از جوانهایی که الان انتظار نداره که با این حال هوا دنیا تشنه اینه. من صحنه هایی رو میبینم، من چون چند روز فقط در تهران بودم، اون موقع مسافرت میرفتیم جایی هم همینطور بود. افرادی که شاید مردم کوتاه‌بین وقتی به ظاهر اونها نگاه کنن فکر کنن اینا دیگه هیچ نوری در وجودشون نیست، اما وقتی برخورد میشه میبینیم اینطور نیست. دلها عاشقه و اگر خوب معرفی بکنیم همه میاد، همه یعنی قریب به اتفاق متن مردم میاد. در متن مردم شیله پیله تقریبا نیست و خیلی کمه. این اصحاب تحلیل و مدعیان بله نور کمتر توشون پیدا میشه، اگر هم بتابه نه جاذبن نه منعکس کننده ی نور، اما متن مردم واقعا عاشقن. خدمت یکی از علمای بزرگ تهران که میشناسید، سال گذشته یه بحثی را افتاد در تهران برخورد با این جوانهایی که خیابون هستن. ملاقاتی باشون داشتم، میخواستم یک اقدامی رو انجام بدم، مشورت کردم، گفتم نظر شما چیست؟ ایشون نظر خودت چیست؟ گفتم والا کار غلط، ما اصلا چیزی نداریم به این جوونا، اینا نفس پاکی بهشون نخورده اصلا. کجا خورده؟ خیلی هاشون خب تو خانواده که مثلا این حرفا نبوده، تو مدرسه هم اومدن، تو خیابون، در رسانه ها چیزی نخورده به این که این بگیره مطلب رو و هر جا که یک نفس پاکی رسیده به متن مردم. حالا تو جمهوری اسلامی بالاخره ملت ما تربیت شده اهل بیت علیهم السلام هست، این عکس العملا مثبت بوده، سریع اومدن و اجابت کردن. متن مردم میخواد الان اون فرهنگ ناب رو. به نظرم وقت ترویجش هست، بسیار گسترده‌تر از گذشته. بعداً در خدمتتون هستم، انشالله سازماندهی انجام بشه، از همه ظرفیت استفاده بکنیم. من عرض میکنم خدمتتون وقتمون کمه. من یک تلقی داشتم از اون حرکت اصلی جهان آفرینش، 2-3 جا دیدم اتفاق افتاد، یعنی این تلقی دیدم درسته، با یکی از بزرگان هم مطرح کردن، تأیید فرمودن. معمولا اونایی که ظاهر بینن برای تحقق یک اتفاقی در بیرون میگن همه مقدمات به این شکل باید فراهم بشه. خاطرتون از بعد از پیروزی انقلاب بعضی میگفتن انقلاب زود پیروز شد، ما هنوز سازماندهی نداشتیم، هنوز تربیت نیرو نداشتیم، هنوز برنامه نداشتیم. خب این عمل کاریست که آدما متکی به خودشون میخوان انجام بدن، اما حرکت هایی که متکی بر اراده الهی و لطف الهی، معادلاتش اینا نیست. همچین که بشر به آستانه اون ظرفیت برسه که بتواند یک باری رو تحمل کنه، یک حرکتی رو شکل بده، این میاد. انقلاب ما همینطور شد، اما فرمودن ملتی که انقلاب کرد خودش میتونه حفظ کنه، مجرمی که بالاخره اون ظرفیت پیدا شده. بذارم زودتر از اون چیزی که با فکر میکنیم تحولات جلو خواهد رفت، ظرفیتش هست که خداوند اینطور دادن. من در خدمتتون هستم، امیدوارم که همطور که این مقدمات با لطف و عنایت الهی همراه بود، انشالله بقیه‌اش هم با سرعت بیشتر، با گستردگی بیشتر، با امید و معنویت بیشتر ادامه پیدا کنم. من به فهم خودم میخواستم یک تشکرم بکنم، البته به من یک فرد مسلمان ایرانی که خودش داره بهره میبره از این
موج معنویتی که در کشور ما افتاده بازم